مگر کسانی از ایشان که از علم استوار برخوردارند و مؤمنان به آنچه به تو فرستاده شده و آنچه پیش از تو فرستاده شده بود ایمان دارند و آنهایی که نماز را به تمام و کمال ادا می کنند و زکات را می پردازند و به خدا و روز آخرت ایمان دارند به ایشان به زودی پاداش بزرگ می دهیم. حقا که ما به سوی تو وحی فرستادیم طوری که به سوی نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و به سوی ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و اولاده وی و به عیسی، ایوب، یونس، هارون و سلیمان وحی فرستادیم و به داود زبور را دادیم. پیامبرانی که پیش از این برای تو داستانشان را گفتیم و پیامبرانی که داستانشان را به تو نگفته ایم و خداوند با موسی سخن زد. پیامبرانی هم مژدگانی دهنده هم بیم دهنده تا برای مردم بعد از ارسال پیامبران دلیل بر خداوند نباشد و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. مگر خداوند گواهی می دهد بر اینکه آنچه را به سوی تو فرو فرستاده آن را به علم خود نازل کرده است و فرشتگان نیز گواهی می دهند و خداوند برای گواهی بسنده است.